مادر سرچشمه خشک نشونده حیات انسانی است. کلمه مادر عبارت از 5 حرف است و هر یک کدام رمز یک معناست. حرف مهر، آ آداب، دل، عقل و رحم است. برابری به زبان گرفتن این کلمه پیش نظرمان شخصی با آداب و دلسوز نمودار می شود. این کلمه است که اولین مراتبه انسان به زبان می آورد و در تمام زبانها یک خیل آهنگی نوازش دارد. مادر بهر فرزند شخص غمخوار است. عصای دست مادر باش فرزند، که مادر بهر تو بال و پری است. دوای درد مادر باش فرزند، برایت دای ما تاج سری است. همان دسته که شبهای دراز چشم شهلا کرده وا از خواب ناز. احلقویان طفل را خوابانده ای، تا سحر گهوارش جنبانده ای. با همان دسته که شیرم داده ای، سوی آغوشت کلان بگشاده ای. با همان دسته که شادم بارها، پاک کردی اشک چشمان مرا. با همان دسته که گل بو کرده ای، شانه را بر کاکل و مو کرده ای. سوی فتح تازه کن از صدق دل، کف زنان فرزندهایت را گسل. آدمی را گر خدا آرد نخست، آدمیت را کند مادر درست. مادری فرخنده شاگردی خداست، استادی درگاه کبریاست. سلام همراهان عزیز. اینک مرکز خیرات تصمیم گرفت است که آزمونی را تحت عنوان اندر ثنای مادر بخشیده به روزی گرامی داشت مادران عزیز برپا نماید. این آزمون در 2 بخش عبارت است، بخش نظم و بخش نثر. شما در بخش نظم میتوانید آن همه پارچه های شعرین، رباعی، قصیده، غزل و عموما پارچه های نظمی و در بخش نثر باشد قصه، حکایه و اندیشه‌ای که بخشیده به مادران هستند. میتوانید در نزد دوربین تلفن های خود ثبت نموده به نشان خیراتباد در تلگرام بفرستید. در این آزمون اعضای حکمان اشتراک میکنند و طرز شعرخوانی، مضمون و کامنت و لایک ها به نوبت گرفته می شوند. نفرانی که در این آزمون سزاوار جای اول می گردند سزاواری 500 سومون، جای دوم باشد 300 سومون و جای سوم سزاواری 200 سومونی می گردند. در مجموع 2 تا جای اول، 2 جای دوم و 2 تا جای سوم. به همین شما برار می خواهیم بشتابید و در این آزمون اشتراک کنید.